سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب، کنکور 1403 نوبت تیر ماه برگزار شد. ما 4 کنکور داریم: رشته ریاضی داخل کشور، تجربی داخل کشور، ریاضی خارج کشور و تجربی خارج کشور. خب، ما فیزیک های اینها رو مورد بررسی قرار میدیم و فصل به فصل سوالهاش رو حل میکنیم و در گروه تلگرامی خودمون قرارش میدیم. ما برای فصل اول سال دهم و فصل دوم سال دهم در یک کلیپ میایم در واقع فیلم هاش رو برای شما حل میکنیم. فقط من یه نکته بگم، همونطوری که به هر حال آخرین فیلم هایی که من توی کانال گذاشتم رو دیده باشید، می اومدم چیکار میکردم؟ یه سوال رو حل میکردم، قبوله، استاپ میزدم، میرفتم سوال بعدی رو پیدا میکردم و باز دوباره ادامه فیلم رو در واقع ریکورد میکردم. داخل اینجا هم همینطوری هستش، یعنی ابتدا ما یه سوال حل میکنیم، بعد من استاپ میزنم، میرم باز یه سوال دیگه پیدا میکنم و میام برای شما حلش میکنم. سوال 46 که سوال تجربی 1403 داخل کشور هستش، در واقع گفته یکای فرعی توان کدام یک از موارد زیر یا کدام هست. ببینید، ما میدونیم که توان برابر بود با در واقع انرژی تقسیم بر زمان، درسته؟ خب زمان خودش کمیت اصلی و واحدش ثانیه هستش. بعد اینو همه بلدیم. اما انرژی رو من اومدم به شما توی فیلم ها و همین تو سر کلاس ها براتون درس دادم. گفته بودم انرژی برابر میشه با نیرو ضرب در فاصله، درسته؟ نیرو برابر بود با کیلوگرم، بله، جرم، بعد اسخای میکنم کیلوگرم متر تقسیم بر اس به توان 2. یه دی هم داریم، میشه در واقع متر، که کل این انرژی برابر میشه با کیلوگرم متر مربع اس2. بله، که ما اینو در اینجا قرارش بدیم چی به دست میاد؟ من این بالا بنویسم، میشه کیلوگرم متر مربع S2 برای صورت و مخرجش هم یه S داره، S1 بنویسیم قشنگتر در میاد. و خب در پایان کار میشه کیلوگرم متر مربع S3. به همین سادگی. اینا رو اثباتاشو ما توی فیلم هامون و سر کلاس هامون برای شما درس دادیم. استاپ بزنیم. سوال 67 بازم تجربه 403 که من به فصل فشار در شکل زیر هر دو لوله از یک مایع یکسانی در واقع پر شده. چگالی مایع چند گرم بر لیتر مواظب واحدش باش. فشار هوای محیط یا همون فشار هوای بیرون هم 100 کیلو پاسکال هستش و خدا رو شکر جی رو هم به ما داده 10. خب من یه چیزی میخوام به شما بگم. اول اینکه سوال شبیه سوال کتاب درسیه، پایان فصل، قبوله. این یه نکته. نکته دوم، من فرض مثال اینجا رو میگیرم آ، اشکال که نداره، اینجا رو میگیرم بی، بله، اینجا رو میگیرم سی، بله، اینجا رو میگیرم عرضم به حضور شما دی. خوبه. ببینید من این سی رو یکم اینورتر بکشم قشنگتر بشه. ببینید فشار سی با فشار هوای این داخل یکیه، بله. فشار آ با فشار هوای اینجا هم یکیه، بله. خب چه کار کنیم؟ میگیم که فشار آ با فشار بی برابره، بله. فشار سی هم با فشار دی برابره. تا اینجا مشکلی نیست. من یه چیزی میخوام بگم. میگیم که فشار آ برابر است با فشار بی، بله، برابر است با فشار بی. فشار آ خودش چقدر؟ 120 کیلو پاسکال. و فشار بی چقدر؟ میگی فشار مخزن وسط، فشار من همون وسط اصلا می نویسم، اشکال نداره، به علاوه رو جی اچ. روش چقدر؟ اتفاقا همین روه رو نداریم. جی چقدر؟ 10، ارتفاعش هم 40 سانت یا 0.4 متر. این برابر میشه با در واقع، من اینو حالا هایلایتش کنم براتون اینطوری، قبوله؟ این برابر میشه با قسمت سمت چپ شکل ما. حالا بریم قسمت سمت راست شکل ما. حالا من با یه رنگ دیگه می نویسم که به قول معروف قاطی نشه. بریم سمت راست شکلمون. ببینید فشار C، بله، با فشار عملا D برابر میشه. باش. فشار C همون فشار چیه؟ وسطه. مواظبش باشیم. چرا؟ چون در تماس با هوای وسط قرار داره که من با قرمزم براتون مشخصش کردم. قبوله؟ این از این داستان. فشار C برابر میشه با فشار D. پس من اینجا بنویسم فشار وسط، بله، برابر است با فشار D. فشار D که میشه فشار هوای بیرون که چقدر؟ 100 کیلو پاسکال. 100
کیلو پاسکال بله به علاوه رو جی اچ. رو چقدر اتفاقا بازم میگیم همین رو ما میخوایم. جی چقدر 10 ارتفاعش 120 سان یا 1/2. شما میتوانید این فشار وسط رو از اینجا بکنی به توی اینجا بذاری. خوبه بریم. عرضم به حضور شما با رنگ سبز میگیم آقا سمت چپ که شد 120 کیلو پاسکال تکلیفش کاملا مشخصه. فشار وسط هم میام مینویسم 100 کیلو پاسکال به علاوه همین رو جی اچش 100 کیلو پاسکال بله به علاوه این 10 رو با 1/2 بزنیم میشه 12 تا رو بله به علاوه این قسمت که خب اشارش رو با اون 10 بزنیم میشه 4 تا رو. 4 تا رو خیلی خوبه بچه ها. این اگه بره این ور ازش کم بشه میشه 20 کیلو پاسکال یا 20,000 پاسکال بله. و این دو نفرم با هم جمع کنیم میشه 16 تا رو بله. خب آقا یه ساده سازی کنیم. به 4 مرتبه 20,000 تومن به 4 میشه 5,000 تومن. قبوله. 5,000 تومن تقسیم بر 4 میگه 5,000 تومن تقسیم بر 2 میشه 2,500. یه بار دیگه تقسیم بر 2 میشه 1,250 کیلو گرم بر متر مکعب برابر میشه با چگالی شما. حالا یه سوال، این آقا مثلا هایلایتش کنم، این آقا چگالی مایع رو بر حسب گرم بر لیتر میخواد. ببخشید من یه لحظه این ذهن شما رو ببرم تو فصل 1 سال 10. اومدم اونجا به شما چی گفتم؟ گفتیم آقا گرم بر سانتی متر مکعب رو من وسط می نویسم، کیلوگرم بر متر مکعب رو اینورش می نویسم، گرم بر لیتر رو هم باز اینورش می نویسم. گفتم اگر من بخوام اینو به این تبدیل کنم ضرب در 1000 میکنم، بعد اینو بخوام به این تبدیل کنم تقسیم بر 1000ش میکنم، بعد اینو بخوام به این تبدیل کنم ضرب در 1000ش میکنم، بله اگر بخوام اینو به این تبدیلش کنم تقسیم بر 1000 میکنید. حالا من یه سوال دارم، شما قرار است از این بیای به این درسته دیگه، یعنی شما ابتدا تقسیم بر 1000ش میکنی درسته؟ سپس ضرب در 1000ش میکنی، یعنی عملا هیچ بلایی در واقع سر این 1250 نمیاری و چگالی شما همون 1250. البته دو عزیز دانش آموزا اینو حفظن که کیلوگرم بر متر مکعب با گرم بر لیتر برابره، ولی من اینو قسمت رو برای اون کسانی گفتم که بلد نیستن یا حفظ نیستن. باز استاپ میزنیم. خب سوالات تجربی 1403 تمام شد درسته؟ میریم سر وقت سوال رشته ریاضی 1403. اگر از سطح آزاد مایع به سمت اعماق بیشتر پیش برویم یا دور بشویم، به سمت اعماق بریم، فشار به صورت نموداری تغییر میکنه که برای ما کشیده، که اتفاقا مشابه این رو هم سر کلاس حل کردم هم سر فیلمامون حل کردیم. بگذاریم چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعبه؟ یه سوال. و فشار پیمانه‌ای در عمق 1 متر چقدر؟ من یه چیزی میخوام بگم. اینجا فشار هواست، ببخشید اینجا فشار بگو هواست، اینجا فشار در عمق حالا 160 سانتی متری یا 1.6 متریه. ببینید شما میدونید که فشار کل برابر میشه با فشار هوا به علاوه رو جی اچ. اینو به هر حال همون متن صریح کتابم گفته. اگه شما اینو ببری اینور در واقع فشار پیمانه‌ای رو به من میده، داخل منای بیرون، درسته؟ بنابراین من میگم که آقا 1/2 ضرب در 10 به توان 5 منهای 10 به توان 5 کلا میشه 2 ضرب در 10 به توان 5. این برابر است با فشار پیمانه‌ای در عمق 160 سانتی متری، برابر است با همون رو جی اچ. ببین یه اشاره رو اعمال کنیم میشه 2 ضرب در 10 به توان 4. چگالی رو متاسفانه نداریم. جی 10 ارتفاعش هم 16 دهم 160 سانتی دیگه. خب ما یه رنگ دیگه بزنیم. اسخای میکنم 10 با 10 میره 2 یه مرتبه 2 8 مرتبه 8 رو ببر اونور. 10,000 تومن تقسیم بر 8 مساوی با چگالی. میگه آقا 10,000 تومن تقسیم بر 4 میشه 2,500 تومن. این 8 تقسیم بر 4 میشه 2. 2,500 تقسیم بر 2 1250 کیلوگرم بر متر مکعب. اما این گرم بر سانتی متر تقسیم بر 1000ش کنیم میشه 1/25. پس این میره اینم میره. خوبه.
من یک پاک کنم اینجا رو اگه بشه، یکم ترتمیز بشه اینجا. حالا اومده گفته فشار در عمق فشار پیمانه ای در عمق 1 متری چقدره؟ چشم، ما به قول معروف چیشو به دست آوردیم دیگه، در واقع چگالیشو به دست آوردیم. ما اومدیم گفتیم اگر این بره اینور میشه همون فشار پیمانه ای، پس می‌نویسیم فشار، فارسی هم می‌نویسیم فشار پیمانه ای درسته، برابر است با همون رو جی اچ. آقا رو چقدره؟ اس آی باید بنویسی 1250. جی چقدره؟ 10. ارتفاعش 1 متر میشه 1200. اسخای میکنم 1250. یه صفر هم بذار کنارش میشه 12500. یعنی این گزینه هم غلطه. گزینه شماره 3 استاپ بزنم. خب سوال بعدی عملا زیرش بود، میگه در شکل زیر فشار پیمانه‌ای در نقطه آ چند کیلو پاسکال چگالی جی به 13 و 6 آب 1 و جی هم خدا رو شکر 10. ببین فشار پیمانه‌ای تعریفش رو همین سوال قبلی گفتیم، داخل منهای بیرون باشه. ما میدونیم از اینجا یک فشار هوایی اعمال میشه. بله من نمی چیزی میگم آقا، اسم اینجا رو، این آ که خودش گفته، اسم اینجا رو میذارم بی، اسم اینجا رو میذارم مشابه اینم تو فیلم حل شده. ببینید فشار بی با فشار سی، من حتی نشون به اون نشون که میگفتم مثلا از مشهد میخوایم بریم تهران، میگیم این فاصله رو میشکنیم، مثلا میگیم از مشهد تا گلستان یه قسمت، از گلستان تا تهران یه قسمت دیگه. یعنی در واقع ما برای اینکه فشار بی رو تولید در واقع محاسبه کنیم میشکنیمش، میگیم آقا از اینجا تا اینجا میشه فشار آ، بله، از اینجا تا اینجا هم میشه فشار آبی به علاوه پی آبی، بله، موازیش اینوره دیگه، سی دیگه نه، برابر میشه با فشار هوا، بله، به علاوه فشار از اینجا تا اینجا میشه فشار حالا مایع یا فشار جیوه، فشار اچ جی بنویسیم قشنگ‌تر در میاد. بنده چی رو میخوام که این آقا بره اینور و از آ کم بشه، پس می‌نویسیم فشار آ منهای فشار هوا برابر میشه با فشار جیوه منهای فشار آبی. بچه‌ها فشار جیوهش چقدره؟ فشار جیوه 50 سان جیوه هست دیگه. چگالی جیوه هم 13600 ضرب در 10 ضرب در 1/2 50 سان میشه بچه ها 1/2. منهای ارزم به حضور شما فشار آبی 20 سانت آبه، چگالی هم 1000، چگالی آب 1000 جی 10 ضرب در 2/10. آقا بیاین حسابش کنیم. من یک حالا قرمز بزنم. 13600 تقسیم بر 2 میشه 6800 ضرب در 10 میشه 68000 تومان منهای 1000 تقسیم اسخای میکنم این 10 با این 2 میره 1000 ضرب در 2 میشه 2000 تومان. درسته؟ 68000 تومان منهای 2000 تومان 66000 تومان. اما چون کیلو پاسکال گفته 66 کیلو پاسکال. باز من استاپ بزنم و سوال بعدی رو پیدا کنم. خب عرضم به حضور شما که بریم سر وقت سوال 46. یه لحظه من اینو بزنم که بره پایین، نمیره پایین، اشکال نداره. خب سوال 46 من یه نکته بگم، این سوال کنکور تجربی خارجی 403 هستش و سوال گفته که حجم خون یک فرد بالغ تقریبا 5 لیتر. بله، جرم خونش چقدر؟ دیگه فکر کنم از این سوال راحت تر وجود نداره. جرم برابر میشه با چگالی ضرب در حجم، درسته؟ بله، چگالیش چقدره؟ 1.05 گرم بر سانتی متر مکعب، اما این کیلوگرم بر متر مکعب، کیلوگرم پاسه. پس من اینو ضرب در 1000ش کنم، خب میشه 1.05 یه صفر میذاریم میشه 1050. یه کمی چگالی خون بیشتر از آبه، 1050 درسته، صفرشو قشنگ بذاریم ضرب در آقا حجمش بر حسب لیتره، من متر مکعب میخوام، حجمش میشه 5. ما میدونیم 1 لیتر 1000 متر مکعبه، پس 5 لیتر میشه 5000 متر مکعب، درسته. آقا عرضم به حضور شما یه صفر رو با این بزنم میشه 10 به توان منفی 2. 5 تا 25 تا 5 صفر تا صفر 2 همونجا میمونه، 5 کی 5 تا، درسته. تقسیم بر 100 میشه 5 ممیز 25 کیلوگرم. یعنی از حالا بدن ما تقریبا 5 کیلوگرمش خونه، 5 ممیز 25 زدم. همین استاپ بزنیم.
خب در شکل زیر اگر فشار گاز درون مخزن 108.8 کیلو پاسکال و فشار هوا 75 سانتی متر جیوه واحدار مواظب باشد، پس من اینجا بنویسم 108.8 کیلو پاسکال و اینجا 75 سانتی متر جیوه. خوبه. چگالی مایع درون لوله چند گرم بر سانتی متر مکعب، واحدش هم مواظب باشید. من میام چیکار میکنم؟ اینجا رو میگیرم آ، اینجا رو میگیرم بی. بله، فشار آ خب طبیعتا با فشار بی برابره. بالای سر آ من چی دارم؟ یه 108.8 کیلو پاسکال دارم، به علاوه یه رو دارم یه ضرب در 10، یه ضرب در 22 سانتی متر 22 صدم. بله، یه مساوی من اینجا بذارم، مساویش و جا نمیشه، برابر با 75 سانتی متر جیوه. خب باید جیوه رو تبدیل کنید 13600 ضرب در 10 ضرب در 56 سانتی متر. به علاوه ارزم به حضور شما عذرخواهی میکنم، به علاوه 75 سانتی متر که میشه 3/4. بله، به علاوه ارزم به حضورشون 56 سانت از این مایع میشه رو ضرب در 10 ضرب در 56 صدم. خب من حالا باید این واحدها رو تبدیل کنم دیگه. ببینید این خودش میشه چی؟ میشه 102,000 پاسکال. اوکی، اوکی 102,000 پاسکال. حالا این 102,000 تومان رو ببری اینجا و از این 108.8 کم کنی میشه 6,800 تومان. اوکی، چون هم کیلو پاسکال بودش. خب پس اینو من آوردم از این کم کردم، اینم بیاری از این باز کم کنی، چی در میاد؟ میشه 36. بله، دهمه. بله رو آقا چی شد؟ آقا یه دهش با یه دهش میره دیگه، درسته؟ 22 هم از 56 کم کن، تمام شد. خب یه ساده سازی کنید، 10 ببری اینجا و 36 ببری زیرش، 68 2 تا 0 یه 0 هم کنارش، تقسیم بر 36 برابر با رو برابر میشه با 1888. اما این در واقع کیلوگرم بر متر مکعبه، شما گرم بر سانتی متر مکعب بخواید و باید تقسیم بر 3 کنی. استاپ بزنیم. سوال 46 که مربوط به رشته ریاضی خارج کشور 1403 هستش. من یکم زوم کنم. 400 میلی لیتر از مایع به چگالی 1 گرم بر سانتی متر مکعب به علاوه 600 میلی لیتر از مایع با چگالی 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب رو ما در واقع ترکیب کردیم و مخلوط کردیم. چگالی مخلوطه. با این مخلوط ظرف استوانه شکل به عمق 50 سانتی متر رو ما در واقع پر کردیم. فشار پیمانه‌ای چقدره؟ من تو همین فیلم برای شما بیان کردم که فشار پیمانه‌ای برابر میشه با اختلاف فشار درون منهای بیرون یا درون منهای بیرون رو کلا بهش میگن فشار پیمانه‌ای. خب شما اول باید چگالی مخلوطش رو حساب کنید. دوستان عزیز 400 میلی لیتر، درسته؟ بله. اینم چیه؟ 600 میلی لیتر. بله. چگالی ها بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب هستن. ببین من یه چیز خیلی ساده بگم، چون شما قراره در پایان کار بر حسب پاسکال حساب کنی، من پیشنهاد میکنم از همین اول بسم الله همه رو بر حسب SI بنویس. میلی خودش 10 به توان منفی 3، باز لیتر رو هم به متر مکعب بخوای تبدیل کنیم میشه بازم 10 به توان منفی 3، یعنی کلا میشه 400 ضرب در 10 به توان منفی 6 متر مکعب. بله، اینم بخوای بر حسب SI بنویسی میشه 1000. بله، اینم همون داستان رو داریم، 600 ضرب در 10 به توان منفی 6. بله، اینم همون 1200. خوبه؟ بیا همین چگالی مخلوطش رو حساب کنیم. فرمولش یادآوری کنم براتون. بیایم اینجا. یادتون هست میگفتیم برای چگالی مخلوط میتونیم اینطوری بنویسیم رو 1v1 علاوه رو 2v2، دو تا مایع که بیشتر نداریم، تقسیم بر v1 به علاوه v2. بله، خوبه. چگالی ماده اول 1000 ضرب در 400 ضرب در 10 به توان منفی 6 علاوه چگالی ماده دوم 1200 ضرب در 600 ضرب در 10 به توان منفی 6. خیلی خوبه. آقا این 10 به توان منفی 6 ما رو اذیت میکنه در آینده، اشکال نداره، کارشون داریم، نگران نباش. مخرجم حجم رو جمع بزن. 400 ضرب در 10 به توان منفی 6 علاوه ارزم به حضور شما 600 ضرب در 10 به توان منفی. اصلا قبل از اینکه محاسبات رو انجام بدید شما عدد 10 به توان منفی 6 از صورت و مخرج میتونید فاکتور بگید، اصلا خطشون بزنی، یعنی انگار
هیچ اتفاقی نیفتاده، تمام شد رفت. تازه بازم کار دیگه میتونی انجام بدی، صفر خط بزنید، 2 تا صفر از اینجا، 2 تا صفر از اینجا، یعنی از مخرج من یه 100 فاکتور گرفتم، 2 تا صفر از اینجا، 2 تا صفر از اینجا، درسته؟ چیز دیگه ای هم میشه خط زد، مثلا از همهشون یه 2 خط بزنید. من پیشنهاد میکنم کار نکنی. صورت 4 تا 1000 تا 4000 تا بنویسم 4000 تا، این مخرجش، مخرجم 10. بله 6 ضرب در 12 میشه 72 علاوه 72 1 0 2 0 7200. خوبه 7200 تومن، 1 0 1 0 1 0 قشنگتر میشه 720 تومن به علاوه 400 تومن. آقا 0 و 2 شو میذارم، 7 رو با 4 جمع بزنیم میشه چقدر؟ 11. 1120 کیلوگرم بر متر مکعبه. و من گفتم فشار برابر است با فشار هوا به علاوه رو جی اچ دیگه، درسته؟ و بازم بهتون میگم که اینو ببری اینور ازش کم بکنی طبیعتاً به شما فشار پیمانه‌ای میده. ببین همون رو جی اچ رو باید حساب کنی. رو جی اچش 1120، جی هم که 10، ارتفاعش هم فکر کنم گفت 50 سانتی متر، یعنی 1/2. خوبه 1120 رو شما تقسیم بر 2 کنید، تکلیفت مشخص میشه. 11 به 2 یه 5 میزنه، یه دونه 1 میمونه، 1 با اون 2 میشه 12، 12 به 2 میشه 6، یه صفر هم داریم، یه صفر هم که از این 10 میشه 5600. اما اینجا از من کیلو پاسکال، خب تقسیم بر 1000 باید بکنید دیگه، میشه 5/6. استاپ بزنم. سوال 71 بیان کرده شعاع استوانه توفور آ 2 برابر شعاع خارجی استوانه B و شعاع داخلی استوانه B هم نصف شعاع خارجیشه. اگر جرم و ارتفاع استوانه آ 3 برابر B باشه، چگالی آ به چگالی B چقدره؟ ببین من خیلی ساده بخوام بیان کنم، میگیم که چگالی آ عزیزان به چگالی B برابر است با جرم آ به جرم B. بله اینو همه بلدیم، ضرب در حجم B به حجم آ. خودش اومده بیان کرده که جرم آ 3 برابر B، خدا امواتشو بیامرزه، این شد 3، پس از این هم بذاریم واسش. اما تو بحث حجم من میخوام یه کاری کنم. ببین من مینویسم P آر آ به توان 2 اچ آ، اما برای B چون در واقع یک شعاع خارجی شعاع داخلی دارم، مشابه این تو فیلم ها حل کردم و سر کلاس هم درس میدم. P آر B که بهش میگن شعاع خارجی به توان 2 منهای شعاع داخلی به توان 2. بله یه اچ آ اسخای میکنیم، یه اچ بی هم ما اینجا داریم. ببین چه کار میتونیم بکنیم؟ P با P میره. بله ببین ارتفاع آ 3 برابر ارتفاع B، به جای اچ آ به اچ بی میتونیم خط بذاریم یه 3 بذاریم، درسته؟ بله خوبه. خب ادامه بدیم. پس از هم من 3 رو با هم بزنم. خوبه. ببین اینجا، ببین به جای شعاع B شعاع آر آی کوچیک به توان اسخای میکنم اینجا اشتباهی شد، اینو من باید قشنگتر بنویسم. اینجا باید بنویسم آر بی به توان 2، یعنی شعاع خارجی به توان 2 منهای شعاع داخلی به توان 2. و خب مخرجم که آر آ به توان 2. آی نمتی سوال جانم چرا برای مخرج برای آ یه دونه شعاع نوشتی؟ چون تو بره، تو خالی نیست. خب حالا اومدیم میگیم که شعاع استوانه آ 2 برابر شعاع خارجی بیه، پس من این نکته رو میتونم بنویسم 2 برابر شعاع بی به توان 2. این چی؟ شعاع B به توان 2. بله منهای به جای شعاع کوچیک B به توان 2 میتونیم مثل 1/2، چون خودش گفته 1/2 نصفشه، 1/2 آر B به توان 2. این هم از این درست شد؟ خوبه. صورت چی میشه؟ آر بی به توان 2 منهای 3/4 آر بی به توان 2 تقسیم بر 2 تا 4 تا آر بی به توان 2. ببین اینا با هم میرن ها. از صورت یک اسخای میکنم این میشه 1/4. من یک دفعه اون عددی که از هم دیگه کم میشن رو نوشتم براتون. خب عرضم به حضور شما که یه لحظه اینجا فکر کنم. خب 1 منهای 1/4 برابر میشه با خوبه. یه لحظه اینجا من این بنویسم. خب 1 منهای 1/4 11/4 نیستش، این
کامپیوتر من انقدر داغ کرد، ببخشید. خوبه. 1/1 که میشه 3/4. بله، تقسیم بر 4 میشه 3/16. این هست، یعنی گزینه شماره 2. یه استاپ بزنیم. عرضم به حضور شما که ما این میبریم باز پایین. در شکل زیر 2 مایع مخلوط نشدنی داریم، توسط شیر رابطه از هم جدا شدن. اگر شیر رو باز کنیم، اختلاف ارتفاع سطح آزاد در 2 طرف مایع چند سانتی متر میشه. ما گفتیم توی این مایعاتی که قرار است حرکت کنن، میایم یه شکل دیگه کنارش میکشیم، تقریبا هم اندازه همون شکل اولیه. بله، این رو هم به قول معروف سراشون رو هم ما مشخص میکنیم. خب شکل زمین چپ رو نگاه کن. این مایع راهه، خب چگالیش که آبه، اون بالای نقطه حالا نفته، بخاطر چگالیش کمتره. وقتی شما این شیر ارتباطی رو باز کنی، از اینجا یه مقدار مایع میره پایین و از اینجا یه مقدار میره بالا، و دقیقاً چون اینها هم اندازه هستن، یعنی اینجا یه x تا بره پایین، اینجا x تا میره بالا. درسته؟ پس تا اینجا مشکلی نداریم. اما یه نکته دیگه، نکته اینه که بنده اگر مقداری مایع من آب رو با همون آبی بکشم، آبی کمه، مایع من یه مقدار بره پایین، مثلا اینجا میذاریمش. خب از اینجا حالا یکم من اینو بالاتر بکشم، چون میخوام به حال اعداد من واضح تر بیافتن. خب این از این، اینم از این. قبلا مایع شما اینجا بوده، الان تا اینجا بوده، الان یکم میره بالاتر. قبوله؟ اینم از این. خوبه. مایع حالا نفت رو من با مشکی میکشم، نفت تقریبا مشکی رنگ دیگه. خب قبلا سر مایع نفت اینجا بوده، الان باید یک مقدار بالاتر باشه، مثلا میاد تا اینجا. درسته؟ مشکلی نیست؟ نه. حالا ببین، با قرمز ادامه میدیم. اینجا و اینجا، خب اسم اینجا رو میذاریم A، اسم اینجا رو میذاریم B. فشار A عزیزان با فشار B برابره. بالای سر A چه خبر آبه، اما نمیدونیم چقدر آبه، پس مینویسیم 1 ضرب در H. بالای سر B میدونیم نفت، چگالیش 8 ضرب در 15 سانت که میشه 12. پس H شما چقدره؟ 12. آقا یه سوال، قبلا چقدر ارتفاع داشته؟ 15. الان چقدر ارتفاع داره؟ 12. چقدر کم شده؟ 3 تا. پس اختلاف ارتفاع اینا 3 سانته. فصل 1 و 2 کنکورهای 4 کنکور 403 به اتمام رسید. تیر ماه 403 استفاده کرده باشید. ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید. موفق باشید.